امروز 11 فوریه سال 2023 در شهر دوشنبه تاجیکستان مسابقه جمهوری جودو برگزار می شود که آن طی 2 روز ادامه می یابد و برای نخستین بار است که مسابقه جمهوری جودو در تاجیکستان در چنین سطح با حضور چنین بیننده ها و حضور داوران بین المللی برگزار می شود. خوش آمدید به چمپیونات جمهوری تاجیکستان آقای جودو. در چورابینی امروزه زیاده از 250 ورزشگر اشتراک دارند. 250 مرد و 6 تا بانو اشتراک میکنند در 2 وزن. مسابقه امروزه تحت رهبری فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان و اینچنین کمیته کار با جوان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار کرده شده است. هدف از گذراندن چورابینی معین نمودن تیم منتخب جمهوری تاجیکستان آید به جودو و سفربر نمودن ورزشگران زیرین و مسابقات بین المللی. من سابقه‌داران اما قطار میشیم شده شوی این مسابقه را انتظار مهمانان گرامی، چمپیونات جمهوری تاجیکستان را آید به جودو شده اعلام می‌نمایم.